چشیشتهی در خانه خیز برو بهری سلام آمدهیم ای دل بری جان شیرینی شده چشیشتهی در خانه بر غلام آمدهیم آمدهیم شام آمدهیم یک خنده تو خونی منی بیگناه در گردن تو شام آمدهیم شام آمدهیم نمازی شام آمدهیم در پشت درت مثل غلام آمدهیم ای دل بری جان جان شیرینی جان چشیشتهی در خانه برخیز برو بهری سلام آمدهیم شام آمدهیم شام آمدهیم شام آمدهیم نمازی شام آمدهیم در پشت درت مثل غلام آمدهیم ای دل بری جان جان شیرینی جان چشیشتهی در خانه برخیز برو بهری سلام آمدهیم ای دل بری جان جان شیرینی جان چشیشتهی در خانه برخیز برو بهری سلام آمدهیم شام آمدهیم شنوندگان عزیز ساعت 20 است در مسکو ساعت 26 است و 26 دقیقه و این اولین سروده بود که در شام امروزه بهراتون پخش کردم تا یک شام با فراغت داشته باشید پر از مهر و محبت و صمیمیت باشد عزیزان. خب شنونده دائمی ما جمال استموف در کامنت فیسبوک نویسنده است شامتون بخیر سامان جان و همه خلق تاجیکان عزیز گفته است به همه شمایان تن صحتی و سربلندی آرزو دارم گفته است جمال استموف. شنوندگان عزیز شما نیز میتوانید با دوستان نزدیکان خود به دیگر شنوندگان ما با آن نفرانی که دوستشان می‌دارید درودهای خود را بفرستید و اینجا تلفن‌های مفعال هستند بهره با ما در تماس شدن. تلفن‌ها را تکرار میکنم بار دیگر 8965 151 0410 8967 111 56 46. عزیزان دل برنامه را با سرودهای جالب و رنگارنگ
با سرودهای جالب رنگ و رنگ میگردونیم و من آماده هستم که درخواست شما رو قبول کنم. از کدام سراینده که براتون پسند است درخواست کنید، سرودها رو پخش میکنیم و سرودهای باشند که شنیدنی، جذاب، رقصی و سرودهایی که دل شاد کننده دوستان من. دندان صدف قلفی صدف پیشی برو زنجیره و سلسله و گوشواری زرون در کاکلکام ستاره باران غلطی تو دل منم یابی نیایی رقتی برا او رقتی تو دل منم یابی نیایی رقتی هی برا او رقتی سلسله بندای حرفاش چوقندای قمچین به دستش بالای اسبی سمندای سوار سمند یارم قامت بلند یارم باشی تو در کنارم من دیگه غم ندارم چشماش خمار 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 یارم برد از دل صبر و قرار یارم چشماش خمار 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 یارم هی برد از دل صبر و قرار یارم ای یارم چشماش خمار 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 یارم برد از دل صبر و قرار یارم چشماش خمار 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 یارم هی برد از دل صبر و قرار یارم ای یارم سلسله بندای حرفاش چوقندای قمچین به دستش بالای اسبی سمندای سوار سمند یارم قامت بلند یارم باشی تو در کنارم من دیگه غم ندارم. خب سامیان ارجمند ادامه میدهیم شامی غریبان رو. در اینجا جمال استماف نویسنده است یک سرود اورونبک نورف نویسنده است. خب یک سرود اورونبک نورف گفته است سرود مادر اگر به ملال باشد. من از کارگردان عزیز خواهش میکنم اناکنون جستجو در روید و سرود اورونبک نورف را جستجو کند. سرود مادر را اگر پیدا شود خوب. خب عزیزان دل صحبت را ادامه میدهیم. پخش مستقیم برنامه فرنگی فراغتی شامی غریبان است و اینجا استودیوی مرکزی رادیو موجیر است. عزیزان دل در اینجا من الحال میخواهم
تقویم روز رو براتون ورق بزنم و نظر کنیم با تقویم روز. خب امروز 21 ینور سال 2020 است. نظر میکنیم که در تاریخ تاجیکستان، در تاریخ جهان 21 ینور چه روز و چه واقعه هایی بودند. 21 ینور سال 2011 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خدمات مهاجرت نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد. 3 سال پیش 21 ینور سال 2017 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در رابطه با خبر حزن‌انگیز به هلاکت رسیدن و جراحت برداشتن شهروندان وینگریا از جمله کودکان و نورسان بر اثر صدمه واسطه نقلیاتی در ایتالیا به پرزیدنت وینگریا یانوش آدر بر قید تسلیت ارسال نموده است. در این روز سال 2018 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با رئیس شهر دوشنبه در باغ نوروزگاه پایتخت درختان نادر و سایه افکن و آرایشی شنانده به معرکه نهالشینانی و وسعت کارهای آبادانی و سبز کارکنی و سبز و خرمگردانی محیط اطراف حسن آغاز بخشیدند. 21 ینور تجلیل کرده می شود در پولشا روز بیبی، یعنی که مادر کلان ها. خب در بلاروسیا روز قشونهای مهندسی. در جمهوری پولشا روز بیبی هم جشن گرفته می شده است. دوستان عزیز، تا این وقت من نیز نمیدونستم این چیز رو. معلومات هایی که اینجا به دست آوردیم از اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر هستند. خب نوشته شده است که در پولشا روز بیبی، یعنی که روز مادر کلان ها. خب در بلاروسیا روز قشونهای مهندسی است. ادامه میدهیم رویدادها رو. در تاریخ تاجیکستان 21 ینور سال 2014 سروزیر جمهوری تاجیکستان با جریان کارهای ساحل مستحکم کنی در منطقه های نزدی ساحلی شهر کوداب و ناحیه واسع ولایت ختلان شناس شدند. 21 ینور سال 2016 وسایل اخبار عامه خبر دادند که دسته های فوتبال اسپانیا ریال و بارسلونا اینچنین منچستر یونایتد انگلیا در سال 2015 زیاده از 500 میلیون یورو به دست آوردند. 9 سال پیش 21 ینور سال 2011 در آستانه در دانشگاه ملی صنعت قزاقستان جلسه دوم شورای رکتوران کنسرواتوری‌های اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردیده است. 21 ینور سال 1862 آدم اوپل در شهر ریوسلخایم گرمانیا کارخانه استحصال ماشین‌های دوزندگی افتتاح نمود. سال 1886 شرکت اوپل استحصال دوچرخه و سال 1899 استحصال ماشین را سر کرد و حالا یکی از شرکت‌های مشهورترین در جهان میباشد. خصوصا در تاجیکستان عزیز ما سر هر گردش تمغه های ماشین های تمغه اوپل رو دیدن ممکن است. سر می شود از اوپل دوتی، خچیبک و دیگر که بین مردم معروف هستند، وکترا و خب عموما وقتی که اوپل گفتی در تاجیکستان همه این رو میداند که این چگونه ماشین است. در حقیقت ماشین های خوب هم هستند. در همون با اصطلاح دیگر میگویند اوپل های کاروان. همون راستی در خواجگی داری مخصوصا برای همین مردم تاجیک فرزند دارند خواجگی داری در بنیایت کمک میکند. ماشین های بقوت هستند، ماشین های هستند که در حقیقت خدمت میرسانند به صاحبانشون. برای همین در تاجیکستان شهرتشان زیاد است. نفران زیاد از این اوپل دارند، از تمغه های اوپل، مارکه های اوپل و چی بگم، و مردم با این روزش رو میبرد. یک کار خواجگی داری، یک شاید کار دیگر. عموما نقلیات های هستند که در خدمت خلق تاجیک هم اگر هستند گویم خطا نمیکنیم، چون که در تاجیکستان شما میدونید که به نهایت تمغه واسطه های نقلیات تمغه اوپل زیاد هستند. خب ادامه میدهیم. سال 2014 در این روز در پایتخت جمهوری مردمی چین شهر پکین جلسه یکم ریاست شورای رسمی سازمان همکاری شانگهای دایر گردید. در جلسه رهبران قسم‌های ملی شورای رسمی کشورهای اشتراکچی سازمان همکاری شانگهای، تاجیکستان، روسیه، چین، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. در این روز سال 1932 در آستانه اولین شماره روزنامه حقیقت قزاقستان
قزاقستانская правда نشر شده است. عزیزان دل، تاریخ روز بود، ورق زدیم بهرتون و خب اینجا جمال اسلام گفته است اگر کارگردان عزیز نیافتند یک سرود دیگر یوری شتونو پخش کنید گفته است. لیکن سرود گفتگی شما خب یک لحظه رونبک نوروف رو پیدا کردند و خواهش میکنم که از کارگردان عزیز سرود رو با آماده باشد اگر پخش کنند. خب یک جا میشنویم رونبک نوروف رو. در زندگی بهاری من مادر تو بوده ای، هم شوق تو وقاری من مادر تو بوده ای، شیری سپید تو مرا نیروی عمر داد، شیری سپید تو مرا نیروی عمر داد، اندرز روزگاری من مادر تو بوده ای، اندرز روزگاری من مادر تو بوده ای، مادر تو بوده ای، مادر تو بوده ای، مادر تو بوده ای، مادر تو بوده ای. هر لحظه و هر ساعت و هر روز و هر شب و هر لحظه و هر ساعت و هر روز و هر شب در دو جهان مداری من مادر تو بوده ای، در دو جهان مداری من مادر تو بوده ای، مادر تو بوده ای، مادر تو بوده ای، مادر تو بوده ای، مادر تو بوده ای. با لحن تاجیکانه و با صوت دینشی، با لحن تاجیکانه و با صوت دینشی، یک عمر غم گساری من مادر تو بوده ای، یک عمر غم گساری من مادر تو بوده ای، 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 مادر تو بوده ای.
بار دیگر شامتان بخیر شده. درود صمیمی مرا بپذیرید نفرانی که تازه به برنامه شومی غریبون پیوستند. اینجا استودیو مرکزی رادیو موج است عزیزان. برنامه فرهنگی فراغتی شومی غریبون رو مستقیما میشنوید و ما بهر شما در کار نشسته نزد همین بلنگویک صدامون برآورده با شما هم صحبت شده ایستادم عزیزان. شما باشد در خانه به قول انمون کچ پهلو میگیرید و به حضور نشسته صدای رادیو موجی رو بلند کنید و صدای ما رو بشنوید. سرودهای بیاید این طور میکنیم. بیاید یک مسئله دیگر میکنیم. شنوندگان عزیز، دوستان ارجمند من، سامیان گرامی، شام است. بعد از فعالیت و دواتازی روزانه است، نفران زیاد شاید که از کار آمدن مانده هستند. بیایید سرودهای پخش کنیم که در حقیقت یک غمبردار باشند و یک سرودهای باشند که نمیدونم تب را بریده کنند و سرودهای دلنشین باشند، سرودهای شوخ باشند، جذاب باشند که برقصیم و بخندیم و حالا که چون نفران زیاد گردد و در خانه برقصید و بچرخید. از همین خاطر عزیزان دل کوشش میکنم سرودهای جالب و رنگ و رنگ رو پخش کنم. از همین خاطر شما نیز میتوانید که سرودهای درخواست کنید که به طبع دل خودتان هست که از شنیدنش حلاوت برید. چون نفران زیاد مرا میشنوند، من نمیدونم طبع هر یکی شما کدام سرود رو خواهان است عزیزان که خوش میشوید. از همین خاطر شما درخواست کنید پخش کردنش این وظیفه ما. خب دوستان عزیز، در اینجا 6490 گفته است سلام علیک گفته است. خب از چهارشنبه علاوه سرود درخواست کرده است. کارگردان عزیز ما، خب اگر صدای مرا میشنوی خواهش میکنم سرود از چهارشنبه علاوه آماده بسازید و بهر شنوندگان گرامی ما پخش کنیم. خب دوستان عزیز، سرود آماده هست، از چهارشنبه علاوه میشنویم و هر نفر شما نیز میتوانید در کامنت یا اینکه در مسنجر های وایبر واتساپ ما با شماره های 8965 151 014 8967 111 5646 بنویسید کدام سراینده رو گوش کردن میخواهید، کدام سرود رو گوش کردن میخواهید. من حتما که سرود رو به نوبت پخش میکنم. فرصت نه اونقدر بسیار است. تا ساعت 9 به وقت مسکو تا ساعت 21 وقت داریم. میتوانم که سرود دلپسندی شما را پخش کنم. میشنویم یک جای چهارشنبه علاوه را. حیز نظر گشتن ها ای همرا جان و جهان، باری دیگر رقص کنا بر دل دستار بیا خواجه بیا خواجه بیا خواجه دیگر بار بیا دف مده
از همه بگزیده تویی یوسف دزدیده تویی جانبی گلزار بیا روشنی روز تویی شادی غمسوز تویی اما شب افروز تویی ابری شکربار بیا ماهی شب افروز تویی ابری شکربار بیا از رقصی تو های دلبری زیبایی بدخشان خورم شده اقلیم دلی من چو گلستان در سنت تا در رقص تو یک سروی خرامان از شوقی تو دل در بر من گشته غزل خان از رقصی تو مفتونم زوازی تو حیران بر چهره گل رنگ به شباز تو نازم بر قدی خوشی سر سرافراز تو نازم بر نغمه ستاره خوش آواز تو نازم بر نرگس شهلای نظر باز تو نازم های دل بر تناز خوش آوازی بدخشان های دل بر تناز خوش آوازی بدخشان های دل بر تناز خوش آوازی بدخشان خوش رو مثالی گلی شبنم زدایی خیرمنی سبزی مرا آتش زدایی راست بگو یار زی کجا آمدایی یار آمدایی چی بناز آمدی ای راهی دراز چی بنازه چی بناز آمدی ای راهی دراز چی بنازه بازم مثالی چشم ساری وطنی دوری سر چادری سرخی چکنی ای دلبری جان تشنه دیداری تویمه گل پیرهنی چی بناز آمدی ای راهی دراز چی بنازه چی بناز آمدی ای راهی دراز چی بنازه دستی من در دستی تو مستی گل من مستی تو دستی من در دستی تو مستی گل من مستی تو روزو دارم که بینم چهره ای زیبایی تو دستی من در دستی تو مستی گل من مستی تو در گلستانی لطافت پیکری زیبایی تو دستی من در دستی تو مستی گل من مستی تو جانی من بادا فدایی آن قد بالایی تو دستی من در دستی لبت گل دهنت گل هر یک سخنت گل بلبل منم و ای یار سر تا قدمات گل
لبت گل دهنت گل چشمک زدنت گل با نغمه سراغی منیزار آمدنت گل هم پیرهنت گل هر یک سخنت گل بلبل منم و ای یار سر تا قدمات گل دستی من در دستی تو تو مستی گل من مستی تو دستی من در دستی تو تو مستی گل من مستی تو آرزو دارم که بینم چهره ای زیبایی تو دستی من در دستی تو تو مستی گل من مستی تو آرزو دارم که بینم چهره ای زیبایی تو حومه فرهنگی فراغتی شومی غریبان را و صدای ما را مستقیما میشنوید. در اینجا سرودهای درخواستی بودند از قربان علیوف رو شنیدید و از چهارشنبه علواتف رو. خب به نظر میکنیم به دیگر کومنت ها و در اینجا زیاد هستند سرودهای درخواستی درخواست کردن. من گفتنی هستم که عزیزان دل شما نیز میتوانید سرودهای دلنشینتان را آن سرودهایی که خوش دارید درخواست کنید و براتون پخش خواهیم کرد. ای عشق، ای ترنم نامت ترانه ها، معشوق آشنای همه عاشقانه ها، ای معنی جمال به هر صورتی که هست، مضمون و محتوای تمام ترانه ها. با هر نسیم دست تکان می دهد گل، هر نامه زینام تو دارد نشانه ها. هر کس زبان حال خودش را ترانه گفت، گل با شکوفه خوشه گندم با دانه ها. شبنم به شرم و صبح به لبخند و شب براز، دریا به موج و موج به ریگ کرانه ها. باران قصیده است تر و تازه و روان، آتش ترانه است به زبان زبانه ها. اما مرا زبان غزلخوانی تو نیست. شبنم چگونه دیدم، شبنم چگونه دم زند از بیکرانه ها. کوچه به کوچه سر زدم با کو به کوی تو، چون حلقه در بدر زدم سر به خانه ها. یک لحظه از نگاه تو کافی است تا دلم سودا کند دم به همه جاودانه ها. خب سامیان ارجمند، نظر میکنیم در اینجا در این ما مریم بانو نویسنده است از سرای بانو قاسم و سرود درخواست کرده است از کارگردان عزیز. خواهش میکنم زود یک سرود بانو سرای قاسم و یک سرود جذاب رقصیش را آماده کنند که پخش کنیم تا شنوندگان ما براحت گوش کنند، استراحت کنند. سرود آماده است، میشنویم سرای بانو قاسم و را. دستمانه نقرگین دلدار قفسی، دستمانه نقرگین دلدار قفسی. لالو گوهر سمو زر ارزان کردی، لالو گوهر سمو زر ارزان کردی. دارم طلب از خدا به مقصد برسی، دارم طلب از خدا به مقصد برسی. صد برگی تارم صبحی سهارم، صد برگی تارم صبحی سهارم. جانک ما فدات میکنم لب شکرم، جانک ما فدات میکنم لب شکرم. اوی ببرم
شوده دل از قفس سینه به پرواز شوده دل از قفس سینه به پرواز شوده خورشید بروی تو کشاید دری سو خورشید بروی تو کشاید دری سو از دیدن رویت صبح آغاز شوده از دیدن رویت صبح آغاز شوده صد برگی تارم صبحی سهارم صد برگی تارم صبحی سهارم جانک ما فدات میکنم لب شکرم جانک ما فدات میکنم لب شکرم اوی ببرم اوی ببرم اوی ببرم اوی ببرم چاکی گریبان غلطی ابرو غلطی دو چشم و میجگان غلطی ابرو غلطی دو چشم و میجگان غلطی و در سنه برای رقص کنی زبنده در سنه برای رقص کنی زبنده و در پیش برد مربو مرجان غلطی و در پیش برد مربو مرجان غلطی صد برگی تارم صبحی سهارم صد برگی تارم صبحی سهارم جانک ما فدات میکنم لب شکرم جانک ما فدات میکنم لب شکرم اوی ببرم اوی ببرم اوی ببرم اوی ببرم اوی ببرم اوی ببرم خب دوستان عزیز اینجا نامه های دیگر هستند و من سرودهای درخواستی رو پخش کرده ایستادم. امیدوار هستم که سرودها نیز طبع شما رو بریده میکند چون از خود شنوندگان عزیز نامه ها آمده ایستادند. خب در اینجا 9015 نویسنده است شومی همه مهاجران و هموطنان تاجیکان دنیا گفته است بخیر باشد گفته است و از عبدالخالق صوفیف نویسنده است که یک سرودی همه یارانم را بگذارید گفته است. از کارگردان عزیز خواهش میکنم من الکی پی بردم این کدام سراینده رو میگوید یک نفر شادروان راهشان شاد باشد. عبدالخالق صوفیف کیها شنیده بودند عزیزان؟ عبدالخالق صوفیف رو شنیده بودید؟ نه فکر میکنم هر یکی شما شنیده اید و چند تا نمون نوارهایش در شبکه‌های اجتماعی پهن گردیده بود. یک موی سفید در فیلم آواره هم سرود خوانده است. این سرود همه یارانم را امین یک عجایبات خوانده است. از کارگردان عزیز خواهش میکنم این سرود رو حتما جستجو کند و پیدا کند و پخش میکنیم میشنویم یک جا. به نهایت صدای خوب دارند. الکی باز یک نامه دیگر آمد و من به نوبت دوستان عزیز سرودهایتون رو پخش میکنم. آن سرودهایی که شما درخواست میکنید ناراحت نباشید حتما که سرودی هر یکی سرودی درخواست شما حتما که پخش میشود. اینجا سرود آماده است. چه خیلی زیبا سرود زود آماده شده است. میشنویم یک جا سرودی همه یارانم رو در اجرای شادروان عبدالخالق صوفیف.
همه یارانم و پریشانی بسیار شامو سهری دارم دل من این بود و تو میدانی که سیاه شامو سهری دارم جفا دیدی چی خطا دیدی چی جفا دیدی چی خطا دیدی چی بغیر از مهر و وفا چی کسانی دل همه در حالم چیزی پاره که و چی کمی دارم همه یارانم و پریشانی بسیار شامو دل من این بود و تو میدانی که سیاه شامو سهری دارم یک باره کسی بیمارم دل کرده و چه کمی دارم همه یارانم و پریشانی که سیاه شامو سهری دارم دل من این بود و پریشانی که سیاه شامو. بار دیگر شماتان رو بخیر و شادی میگویم شنوندگان عزیز رادیو موجر. دوستان من صدای ما رو مستقیما روی موج رادیو موجر میشنوید، همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، هاتن کلاسنیک، یوتیوب طریق نواری آنلاین ویدیویی یعنی که لایف ما رو دیده میتوانید، تماشا کرده میتوانید. و اینجا سرودهای درخواستی رو پخش کردیم. 9015 این سرود رو درخواست کردن، در اجرای شد روان عبدالخالق صوفیف. فکر میکنم همه شما این کس رو میشناسید. یک زمانی مشهور بودن در شبکه‌های اجتماعی با سرودهای زنده خود، با همون
طرز مخصوصی که می‌سراییدند. بسیار یک کیفیت بلند دارد سرودهایشان عزیزان. خب ادامه میدهیم. اگر که شما نیز سرود براتان گوش کردن میخواهید، سرود دلنشینی که میخواهید، حتما درخواست کنید و پخش میکنیم. اینجا نامه دیگر است 0736 نویسنده است: سلام سامان جان و کل شنوندگان رادیو موجیر، یک سرود صدرالدین و غزال عنایت پخش میکردید. خب سرود صدرالدین و غزال عنایت حتما پخش میکنیم، لیکن پیش از این نامه عبدالله در این نویسنده است که یک سرود از دلشاد جمشید. خب از دلشاد جمشید سرود را آماده کنید و بعدا از صدرالدین و غزال عنایت سرود آماده است، پخش میکنیم. یک جا میشنویم. با مهر و محبت و یک جهان صمیمیت عزیزان. هیچ گونه مهر و محبت را نسبت همدیگران کم نکنید. یاد از دوستان کنید، نزدیکان کنید، حتما پیام بفرستید، حتما درود بگویید، حتما شاد باششون بگویید تا دلشون شاد شود از شما. این منم عاشقت، دلم شکسته، زنجیر قسمت پایم بو بسته، تنها ترینم در پنجه غم، بمیرم آخر با این جان خسته. عاشقی در دست، عاشقی در دست، زندگی سرد است، زندگی سرد است. آغوش گرمت مرا هوس بودی، داری رویت یک لحظه بس. داد از غمی دل، از عشق باطل طفل محبت و وای گم کردم. وقتی نباشی تو پرنده ها اسیرن بر روی دستم، وای بمیرم وقتی نباشی تو. خانه بوی غم بگیرد این دل تنها، از غم عشقت بمیرم. عاشقی در دست، زندگی سرد است. وقتی نباشی تو پرنده ها اسیرن بر روی دستم، وای بمیرم وقتی نباشی تو. خانه بوی غم بگیرد این دل تنها، از غم عشقت بمیرم. عاشقی در دست، زندگی سرد است. سوختم تو یاری دیگری دیگری، ای خدا از برم نگذری نگذری. اومدم که پیشی تو حکایتی وفا کنم، تو را فقط عزیزی من بین همه صدا کنم. تو یاری دیگری دیگری، ای خدا از برم نگذری نگذری. اومدم که پیشی تو حکایتی وفا کنم، تو را فقط عزیزی من بین همه صدا کنم. تو یاری دیگری دیگری، ای خدا از برم نگذری نگذری. عزیزان دل، شنوندگان عزیز، سامیان ارجمند، دوستای گرامی، طول یک ساعت بود که من همراه شما بودم در پخش مستقیم برنامه فرهنگی فراغتی شومی غریبان از استودیو مرکزی رادیو موجیر.
رادیو موجر در حقیقت پیوندگر دل هاست. در اینجا شنوندگان زیادی هستند که ما را همیشه میشنوند، انتظاری میکشند وقت و ساعتی می آمده برنامه ما را و همیشه منتظر باشید دوستان. برنامه فرهنگی فراغتی شومی غریبان را هر شام از استودیو مرکزی رادیو موجر مستقیما برنامه ما جریان میگیرد. هر خواهش و درخواستی که از جانب شما میشود حتما برآورده میسازیم. بار دیگر شام هر یک شما بخیر باشد. امیدوار هستم که یک شب خوب داشته باشید، شب براحت باشد، شب باشد که پر از مهر و محبت و صمیمیت. هیچ گونه مهر و محبت و صمیمیت انسانی رو فراموش نکنید هر کجایی که نباشید. خب در آخر که یک سرود از غزال عنایت و صدرالدین نجمی‌دین درخواست شده است از جانب 0736 این سرود آماده است و با این سرود برنامه رو به انجام می‌رسونیم. از همه شما تشکر که ما رو شنیدید، همراهی کردید. یک شب خوش و با فراغت داشته باشید عزیزان دل. شبتان خوش باشد. با برنامه‌های رادیو موجر بمانید. برنامه‌های دیگری ما مستقیما جریان دارد. سلامت باشید. جان من قربان یک خندیدن و نازیدن، لب به لب بنهادن و از شور دل لرزیدن. جان من قربان یک خندیدن و نازیدن، لب به لب بنهادن و از شور دل لرزیدن. قربانی آن ساعت که از باز و کنار با هوای ضرب دل بریدن و رقصیدن. وقتی من قربانی و فرصت که دستان سفید دانه پیچی در بنا در گردن پیچیدند. وقتی من قربانی و فرصت که دستان سفید دانه پیچی در بنا در گردن پیچیدند. جان من قربانی یک خندیدن و نازیدن، لب به لب بنهادن و از شور دل لرزیدن. خندیدن و نازیدن، لب به لب بنهادن و از شور دل لرزیدن. شعر من قربانی و سروتی از دیوان من، بایت‌های خواندن و در خود نیارامیدند. شعر من قربانی و سروتی از دیوان من، بایت‌های خواندن و در خود نیارامیدند. جان من قربانی یک خندیدن و نازیدن، لب به لب بنهادن و از شور دل لرزیدن. جان من
رقصیدن است با هوای ضرب دل بریدن و رقصیدن است радиои муҳоҷир. телефон барои тамос 8965 151 0410. فدای آن دلی که از درد ساز و سوختن دارد، تلاش درد دلهای دیگر بینواختن دارد. چو بالا می روی از پستی ها غافل مشو هرگز، به پستی ها عقاب از قله چشم انداختن دارد. مباید لاف یک تاگی زدن در هیج آخر، که از فریاد ناجا کگ سر در باختن دارد. مکن امیدی سبزیدن تو را گر دستگیر نیست، نهال از باغبان در باغ سر افراختن دارد. مشو ناراضی از روزی که آید نابراریه، که انجام شبی تاریک صبح افروختن دارد. مشو ناراضی از روزی که آید نابراریه، که انجام شبی تاریک صبح افروختن دارد. یاران به کف پیاله و در دل غبار چیست، روزی که می رود غمی روزگار چیست. آخر دیگر چه حاجت پند و نصیحت است، هر دم غنیمت است آدم غنیمت است. آخر دیگر چه حاجت پند و نصیحت است، هر دم غنیمت است آدم غنیمت است. یاران بهار زندگی گلفشان گذشت، دریای دل زی ساحل سود و زیان گذشت. یاران بهار زندگی گلفشان گذشت، دریای دل زی ساحل سود و زیان گذشت. این دل کی رنج می کشد تا کی سلامت است، هر دم غنیمت است آدم غنیمت است. این دل کی رنج می کشد تا کی سلامت است، هر دم غنیمت است آدم غنیمت است. یاران سری عزیز فدای سری کنید، در هر دره ترنم شعری دری کنید. یاران سری عزیز فدای سری کنید، در هر دره ترنم شعری دری کنید. شعر و سرود داروی درد محبت است، هر دم غنیمت است آدم غنیمت است. شعر و سرود داروی درد محبت است، هر دم غنیمت است آدم غنیمت است. یاران به کف پیاله و در دل غبار چیست، روزی که می رود غمی روزگار چیست. آخر دیگر چه حاجت پند و نصیحت است، هر دم غنیمت است آدم غنیمت است. آخر دیگر چه حاجت پند و نصیحت است، هر دم غنیمت است آدم غنیمت است. هر دم غنیمت است آدم غنیمت است.
در ملکی غریبی، در ملکی غریبی، روزان که سیاه، روزانی غریبان، همه درد و همه آه.